بتونی مکالمه بکنی اصلا نیازی نیست که همه یه گرامرها رو بلد باشی و تا بتونی جمله سازی بکنی. بعضی وقتا با دونستن چند تا ساختار میتونی به راحتی مکالمه کنی و از این ساختارها توی صحبتات و چت کردن استفاده کنی. سابسکرایب یادت نره، بزن بریم ببینیم این ساختارها چیه. بریم با فعل کام شروع بکنیم. بیا کام. وقتی فعل رو به صورت تنها استفاده بکنیم حالت امری داره. بیا کام. بیا اینجا. Come here. Here یعنی اینجا. Come here. Come here. برگرد. Come back. Come back. Back میشه پشت. Come back برگرد. یه اصطلاح هم ازش یاد بگیریم. بی خیال. Come on. همش یه فعل بودا. فعل کام بود اما استفاده های مختلفی داشت. Come. Come here. Come back. Come on. بیا تو. Come in. بچه این یعنی داخل. Come in. Come in. راستشو بگو. چجوری راستشو بگو رو با کام بگم؟ Come clean. Come clean. Clean یعنی تمیز. تمیز بیا؟ نه. راستشو بگو. اینا اصطلاحاً وقتی نمیتونی کلمه به کلمه ترجمه بکنی یعنی اصطلاح come clean یعنی راستشو بگو. بیا بیرون. Come out. بچه come in و come out متضاد هم دیگن. Come in, come out. این میشه داخل، out میشه خارج. Come in, come out. چی گفتی؟ Come again. Come again. خیلی جالب بود نه؟ الان شما با فعل come تونستی 8 تا جمله بسازی. بیا اینجا، راستشو بگو. Come clean. به همین راحتی این 8 تا رو بنویس، تو موقعیت‌های مختلف روزمره ازش استفاده کن. انقدر اینا پر کاربرده که خدا میدونه. بریم چیزای دیگه هم یاد بگیریم. حالا میخوام چند تا چیز در مورد خودم بگم. در مورد خودم میخوام بگم، پس میگم I'm. اما تلفظ هم درسته. I'm. I am, I'm یا من قلقلکیم. I'm ticklish. کاملا آمادم. I'm all set. set درسته یعنی تنظیم کردن ولی اینجا حالت اصطلاحی داره. من کاملا آمادم. I'm all set. پایم. I'm in. انقدر من خودم اینو روزمره استفاده میکنم. تو چت کردنام، تو مکالمه‌ام میگم I'm in. این من پایم. مثلا یکی میگه میبریم قهوه بخوریم. I'm in. من پایم. دستم بنده. I'm tied up. یه اسکرین شات الان از صفحه بگیر. من سکوت میکنم. اینا رو در موقعیت‌های مختلف استفاده کن. مثلا به دوستت میگه که من قلقلکیم، تو بگو she's ticklish. یا یکی میخواد بگه من پایم. Oh, she's in. I'm in میشه she's in. He's in. یعنی پایه است. من پایم. و سعی کنی اینا رو در موقعیت‌های مختلف استفاده کنی. فعلا در مورد من داریم میگیم I'm یا am. من بیخیالت شدم. I'm over you یعنی بعد از تو که اصطلاحیه. من بیخیالت شدم. I'm over you. حالم ازت به هم میخوره. نمیدونم اینو میخوای به کی بگی اصلا. من خودم خدایش نمیخوام هیچ وقت اینو به کسی بگم ولی اگه بخوام بگم میگم I'm sick of you. بچه sick یعنی مریض، بیمار. I'm sick of you یعنی من ازت متنفرم، خیلی ازت بدم میاد. I'm sick of you. نه شما ها. من باهات قهرم. I'm crossed with you. فکر میکنم خیلی پرکاربرده. چقدر دلمون میخواد بگیم من باهات قهرم. I'm crossed with you. برو از بسیاری از کسانی که دارن زبان یاد میگیرن بپرس که من چجوری بگم باهات قهرم؟
نمیدونه چی بگه. حالت اصطلاحی داره. I'm crossed with you. بهت علاقه دارم. امیدوارم همیشه بخواین جمله آخر رو به کسی بگین. I'm fond of you. fond یعنی علاقه‌مند بودن. fond of حرف اضافهش آفه و I'm fond of you یعنی من بهت علاقه‌مندم. خیلی اسکرین بگیری؟ بیا. برام فرقی نداره. I'm easy. من راحتم. برام فرقی نمیکنه. I'm easy. کوچیک شما. I'm your humble. به خدا به نصف این معلم زبانه بگو من کوچیک شما رو چجور به انگلیسی بگم؟ نمیدونه. ولی تو دیگه الان میدونی. I'm your humble. در خدمتم. I'm at your service. سرویس یعنی خدمات، خدمت. I'm at your service یعنی من در خدمتم. دهنم سرویسه. ببخشید. ولی میشه I'm screwed up. I'm screwed up. مدیونتم. I'm in your debt. بچه این لغت رو میبینین که D-E-B-T نوشته میشه بهش خونده نمیشه. debt یعنی قرض. حالا میخوام بگم زیر قرض تو هم یعنی مدیونتم. I'm in your debt. شرمنده میفرمایین. I'm flattered. I'm flattered. حسش نیست. I'm not in the mood. من خیلی از این استفاده میکنم. تا حالا 2 تا شده. I'm in و I'm not in the mood. حسش نیست. یعنی تو حسش نیستم. I'm not in the mood. راضیم. I'm pleased. I'm pleased. اسکرین بگیرین. خیلی خستم. خیلی خستم. I'm bit. حالتش مثل شکست خوردم ولی خب یعنی که من خیلی خستم. درکم کن. Feel me. feel یعنی احساس کردن و feel me یعنی درکم کن. به کسی نگو. Keep mum. یعنی دهنتو بسته نگه دار. Keep mum. مهمون من. My treat. من شرط میبندم اینا خیلی به دردتون میخوره. کاش شماها سعی بکنین یه جاهایی بخواین انگلیسی حرف بزنین. مثلا تو رستوران مهمون من. My treat. یا به کسی نگی یا keep mum. بابا درکم کن. Feel me. وای من خیلی خستم. I'm bit. عاشقتم. I adore you. ببین I love you هم کاملا درسته. I adore you یکم شدتش بیشتره. حالا از adore استفاده میکنم. میخوام بگم تو زیبا و دوست داشتنی هستی. میگم you're adorable. adore یعنی دوست داشتن. خیلی زیاد. You're adorable. تو زیبا و دوست داشتنی هستی. من به تمام شما عزیزای دلم میگم You're adorable. عاشقتم. I love you. اینو بلدی. تو دوست داشتنی هستی. You are lovely. اینجا چی یاد گرفتی؟ به نظر من اینجا 3 تا چیز مهم یاد گرفتی. یکی فعل adore هست. I adore you یعنی من خیلی دوستت دارم. adore که اومده اینجا صفت شده adorable زیبا دوست داشتنی و lovely هم یعنی دوست داشتنی. ظرفا رو بشور. چقدر میشنویم اینو روزواره؟ تو رنج سن من فکر کنم زیاد بشنون. Do the dishes. یا بخوان زیاد بگم. من خیلی میخوام به همسرم بگم ظرفا رو بشور. Do the dishes. خواهم واسه wash the dishes غلطه. خیر. کدوم رایج تره؟ این. Do the dishes. موهاتو مرتب کن. Do your hair. منم موهام مرتب کنم. کاری که اصولا زیاد انجام میدم. Do your hair. گردگیری کن. Do
the dusting. dust یعنی گرد و غبار و گردگیری کن یه do میاریم قبلش. do the dusting. do the dusting. لباسا رو هم بشور. do the laundry. do the laundry. حالا من به عنوان یه خانوم میخوام اینا رو به همسرم بگم. عرضم به حضورتون که do the dishes. do your hair. نه do your hair رو بهش نمیگم. میگم do the dishes. do the dusting. do the laundry. ظرفا رو بشور، گردگیری کن، لباسا رو هم بشور. فاصلت رو حفظ کن. keep your distance. بچه keep خیلی پر استفاده است. حالا میبینید keep your distance یعنی فاصلت رو نگه دار. distance یعنی فاصله. keep your distance فاصلت رو نگه دار. اینو به خاطر بسپار. دوباره از keep باید استفاده کنیم. keep that in your mind. حالا اینجا یورو نیاورده. keep that in mind یعنی اینو تو حافظت نگه دار. keep یعنی نگه داشتن. حالا کلا میشه اینو یادت باشه. keep that in your mind. صداشو در نیار. keep it a secret. keep it a secret. secret یعنی راز دیگه. keep it a secret. سر قولت بمون. keep your promise. keep your promise. واقعا هممون باید یکی اینو بهمون بگه. keep your promise. اسکرین بگیرین از اینا، خیلی پرکاربرده. بریم صفحه بعد. با هم در تماس باش. keep in touch. چقدر از keep داریم چیز یاد میگیریم تا حالا 4 تا این پنجمیه. keep in touch یعنی با من در تماس باش. اینو تو خداحافظی میتونیم بگیم okay goodbye keep in touch یعنی با من در تماس باش، یه جورایی ارتباطتو با من حفظ کن. با همین فرمون برو جلو. keep it up اصطلاحیه و یه حالت از این حرفای امید دهنده. keep it up. من به هر کسی که داره زبان یاد میگیره میگم keep it up. با همین فرمون برو جلو. ازش مراقبت کن. keep him safe. him ضمیر مفعولی آقا هست. اگه خانوم بود her. keep her safe. keep him safe. خونسرد باش. keep your cool. keep your cool یعنی آرامشتو حفظ کن. keep your cool آرامشتو نگه دار. می نویسین یا اسکرین میگیرین؟ کدومش؟ یادتون میره ها؟ نخند. stop laughing. stop وقتی میخوام بگم stop یعنی این کارو دیگه نکن. خب یه فعل باید بعدش بیارم که به اون فعل باید ing بدم. stop laughing. laugh یعنی خندیدن. ing میدم. stop laughing. نخند. قرم نزن. stop nagging. nag قر زدن چون بعد از stop اومده ing میگیره. stop nagging. سیگارم نکش. سیگار کشیدن smoke. stop smoking. stop smoking. گریم نکن. stop crying. stop crying. laugh, nag, smoke, cry. این 4 تا فعل. ing میگیره چون بعد از استاپ اومده. حالا میخوام بگم این کارو بکن. این کارو شروع کن. start. start. start working. یعنی کار کردن رو شروع کن. start working. بچه یه نفر واسه من نوشته بود گاهن میخوای استارت رو بگی ای رو اولش میگی. آره من قبول میکنم گاهن خیلی زیاد پیش میاد که این کار رو انجام بدن همه. من سعیمو میکنم که نگم استارت، میگم start. stop. stop. حالا اینجا تمرین کنیم با هم دیگه. start working. زندگی کن. start living. live یعنی زندگی کردن. بعد از start اومده پس ing میگیره. start living. سفر رفتن رو شروع کن. start traveling. رویا پردازی کن. start dreaming. چقدر این 4 تا جمله به دردمون میخوره. کار کن، زندگی کن، سفر برو، رویا پردازی کن. start working. start living. start traveling. start dreaming. به من زنگ بزن. call me.
مجدداً به هم زنگ بزن. call me back. بچه ها میدونین call me back کجا خیلی استفاده داره؟ من به تو زنگ زدم، تو جواب ندادی. بهت میگم call me back. یعنی به من زنگ بزن، تو به من زنگ بزن این دفعه call me back. یا میگم دوباره مجدداً به هم زنگ بزن. call me back again. call me back again. again یعنی دوباره. و میخوام بگم دیگه هرگز به من زنگ نزن. never call me again. دیگه هرگز به من زنگ نزن. 4 تا جمله با فعل پرکاربرد call. چقدر سخت. How difficult. چقدر شگفت‌انگیز. How amazing. چقدر جالب. How interesting. و چقدر حال به هم زن. How disgusting. 4 تاشو پشت هم گفتم که یه جا آخرش توضیح بدم. میخوام بگم چقدر زیبا. How beautiful. چقدر سرد. How cold. چقدر شگفت‌انگیز. How amazing. اینجا فقط ساختار how رو داریم با 4 تا کلمه جدید. difficult سخت. amazing شگفت‌انگیز. interesting جالب و disgusting حال به هم زن. نباید می اومدم. I shouldn't have come. اسم ساختارش خیلی جالبه. میشه perfect modals. اصلا نمیخوام برم وارد گرامرشم. شما میخوام امروز ساختار محور یاد بگیریم. I shouldn't have come. حالا ساختارش چیه؟ بعد از should have میاریم و بعد شکل سوم فعل. I shouldn't have come. نباید بهت میگفتم. I shouldn't have told you. نباید این کارو میکردم. I shouldn't have done that. نباید اون کارو میکردم. گفتم اینو. نباید میدیدمش. I shouldn't have seen her. میدونی ساختار رو ببین. shouldn't به علاوه have به علاوه شکل سوم فعل. come شکل سوم فعل کامه. come came come. told tell told told. done do did done. seen see saw seen. ساختارش خیلی جالبه و بسیار پرکاربرد. من ایده ای ندارم. I have no idea. ایده ای داری؟ ببین ایده، ببین if من حس میکنم از انگلیسی اومده تو فارسی مطمئن نیستم. ایده idea. I have no idea. ایده ای داری؟ Do you have any idea? ببین انگار نگاه کن، انگار ایده خونده میشه. ایده. This is idea. Do you have any idea? من یه ایده فوق‌العاده دارم. I have a brilliant idea. Brilliant. Brilliant. Brilliant یعنی عالی، فوق‌العاده. به آدم اگه بگیم هم که یعنی باهوش. I have a brilliant idea. ایده ای نداری؟ Don't you have any idea? Don't you have any idea? ایده ای ندارم. I have no idea. یا مثلا میخوام بگم من ایده دارم. I have an idea. یه ایده فوق‌العاده دارم. I have a brilliant idea. I have an amazing idea. چقدر میشه جمله ساخت با اینا؟ مشکلی ندارم. I have no problem. I have دارم no problem. هیچ مشکلی. مشکلی وجود داره؟ Is there any problem? Problem یعنی مشکل. Is there any problem? ما اینجا یه مشکلی داریم. We've got a problem here. We have got. خواهم عباسی میتونم بگم we have a problem here. زبونم گرفت. We have a problem here. آره میتونیم بگیم. We have a problem here. ما مشکل رو حل میکنیم. حل کردن میشه solve. We'll solve the problem. حالا ببین از همین ساختار اول I have no problem چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ I have no money. من پول ندارم. I have no time. من وقت ندارم. I have no children. من بچه ندارم.
میبینی از همون ساختار اول یه عالمه میشه جمله ساخت. ولی ما اینجا در مورد پرابلم حرف زدیم و در آخر مشکل حل شدن میشه solve. خب حالا میخوام بگم وقت ندارم. یه جور دیگه هم میتونم بگم I have no time، ولی میتونم بگم I'm out of time. بسیار پرکاربرده. پول ندارم I'm out of money. غذا ندارم I'm out of food. دیگه صبرم تموم شده I'm out of patience. I'm out of همین ساختار همینه I'm out of I'm out of time, I'm out of money, I'm out of food, I'm out of patience یعنی صبر. میدونی اینا چیزی نیست که من شروع کنم درس دادن و مجدداً اینا رو نه، اینا یه سری ساختاره که باید بنویسی و تمرین بکنی. این کاریه که باید انجام بدی. ببخشید دیر اومدم. Sorry I'm late. Late یعنی دیر. Sorry I'm late. از این بابت متاسفم. Sorry for that. Sorry for that. پس حرف اضافه sorry میشه for. Sorry for that. متاسفم که اینو میشنوم. ممکنه ما یه خبر بد بشنویم بگم متاسفم که اینو میشنوم. Sorry to hear that. Hear یعنی شنیدن. Sorry to hear that. و جمله آخر تسلیت میگم. خیلی جالبه که من تصمیم نگرفتم که اینو بگم توی یوتیوب و هیچ ویدیویی واسش نذاشتم. ولی دقیقاً 2 ماه پیش من پدرم رو از دست دادم و دلیل غیبت یه مدت هم همین بود و این جمله رو خیلی شنیدم. تسلیت میگم. اینکه نگفتم و جو احساسی نکردم، اینکه I'm your English teacher. من معلم زبان شما و نمیخواستم این کار رو انجام بدم، ولی من این جمله رو خیلی شنیدم و امروز خبر فوت یکی دیگه از بستگان رو شنیدم که باید برم بهش بگم sorry for your loss. دیگه sorry for your loss. کاری دیگه هم نمیشه کرد. تسلیت میگم. sorry for your loss. loss یعنی از دست دادن و your loss یعنی شما کسی رو از دست دادین و sorry for your loss. تسلیت میگم. امیدوارم هیچ وقت نخواین این جمله رو بگین و از اون مهمتر هیچ وقت نشنوین. بریم چند تا حالا بریم چند تا جمله پرکاربرد یاد بگیریم بدون پترن یا ساختار خاصی. باعث افتخارمه. My pleasure. My pleasure. حرفش هم نزن. Don't mention it. Don't mention it. یه نفر بابت یه کاری از من تشکر میکنه، من میگم بابا حرفش هم نزن. Don't mention it. خواهش میکنم. No problem. چه زحمتی. No worries. No worries. No problem. حق با شماست. You're right. You're right. حق با شما نیست. You aren't right. You aren't right. من خواب موندم. I overslept. من یادمه چندین سال پیش که میرفتم کلاس زبان، خیلی سال پیش، مثلا 18 سالم بود، یه روز خواب موندم و سر کلاس نتونستم خواب موندم و به انگلیسی بگم و اینو اونجا یاد گرفتم. اومدم بگم به تیچرم، به انگلیش تیچرم، ولی نتونستم بگم. بعد اون بهم گفت بگو I overslept. I overslept یعنی خواب موندم. عجله کن. چاپ چاپ. hurry up هم درسته. hurry up. حالا اصطلاحیش میشه چاپ چاپ. کوتاه بیا. back off. یعنی برو آقا بابا کوتاه بیا. back off. هر طور راحتی. as you wish. یکم حالت کنایه آمیزم داره. یه نفر میگه من ترکت میکنم. as you wish. هر طور راحتی. خوش به حالت. lucky you. lucky you. حرفش هم نزن. حرفش رو نزنه یک بار دیگه داشتیم تو اسلاید قبل چی بود؟ Don't mention it. حالا no dice. اصطلاحی تره و کم کاربردتر. اون پرکاربردتره. Don't mention it. اون زن زندگیه. She is a keeper. منو میگه. She is a keeper. Keeper یعنی نگه میداره همه چیزو. خیلی خرج نمیکنه. She is a keeper. اسم کی به ذهنتون رسید با این؟
فکر میکنم اکثر مثل مامانمون به ذهنمون برسه. خیلی پررویی. You're so cheeky. You're so cheeky. سرتو بگی بالا. Keep your chin up. چین میشه اینجا. Keep your chin up. Keep your chin up. سرتو بگی بالا. مردد به نظر میای. You look dubious. Dubious یعنی مردد. You look dubious. مردد به نظر میای. دوستای عزیزم، من همیشه سعی کردم بهتون بگم که زمانها مهمن، گرامرهای مهم رو یاد بگیرین، جمله سازی بکنین، اما بعضی وقتا این ساختاره خیلی به دردمون میخوره. یعنی شاید سالها زبان بخونی ولی ندونی چجوری به یه نفر بگی من باهات قهرم. در نتیجه نوشتن اینا، اسکرین گرفتن ازشون خیلی بهت کمک میکنه. اینو حتما واسه دوستایید که دارن زبان یاد میگیرن بفرست. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.